سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. با من امروز قراره بریم یه لوگو درست کنیم، اونم یه لوگو الکی، مثل اون لوگوهایی که من گذاشتم روی سه چنلم، یوتیوبم، اینستام، بازم اینستام، چنل اصلی و گیمینگام. میام توی این برنامه اسپورت لوگو ماکر. حالا استوب کنید، اسمشو نگاه کنید. آقا ما وارد برنامه میشیم بدون نت و چیزی. یا وسط طرف میاد یه درست کنید، میریم. لایک کامنت سابیتون نره، فالوانیتون نره. اگه یوتیوب دارید ببینید زنگوله رو فعال کنید. اینستام آرتین آهنین، آرتین بیت و آرتین بیت گیمینگ. یوتیوب هم آرتین بیت گیمینگ، همش بزرگه. حالا میاد اینجا انتخاب میکنید چه مدلی باشه. اینو انتخاب میکنم من. حالا میام توی تکست اینو میایم چیکار میکنیم؟ اینو مثلا تو گوشی من دارم، توی سامسونگم. اینو من میزنم، تکستشو تغییر میدم. مثلا می‌نویسم آرتین بیت میسالا، یا حالا حاصل ندارم، همون آرتین بیت خالی. میایم اینو حذفش میکنیم، اینو میزنیم جاش. خب نگاه کن الان چطوری شد. فوندش مثلا میتونیم اینطوری کنیم. حاجی نوشتم آرتیج، اشتباه شد. تکست یه چیزی می‌نویسیم درست شد. میذاریم اینجا. من فونت رو تغییر میدیم. اینطوری کنیم. مثلا اینجا رنگ خودشه مشکی، مثلا آبی. اینجا دورش، اینجا. بچه من دارم فقط براتون مثال میزنم. اینجا دورشه، اینجا کلوفتیشه، اینجا دیگه 100% سایزشه دیگه. اینجا نوشته این پایین سایز. ما میذاریم انقدر. اینم اینطوری بودنش. اینجا تصویر زمینته. میذاریم روی گزینه دومی که الان زدم. نگاه کنید، این گزینه یکیشه، این گزینه دوش. اینجا چیزای متفاوت میاره. ببینید باز هم بیشتر داره. میتونید یه تصویر زمینه اینجا دانلود کنید. یه بخش دانلود داره. واسه دارم بهتون نشون میدم. اینجا خب میاد اینجا مثلا دانلود بکنید، اما نمیتونی از خود اینا هم استفاده کنی. اینجا تار بودن نبودنشه. اینجا نمیدونم مثلا اینو نمیخوای، میری چیزای دیگه انتخاب. من فکر کنم اینو گذاشتم تا حالا. خلاصه اینجا بود. مثلا من میخوام بیام اینو بزنم، خوشگله، نه چشمو گرفت. من اینطوری یه سیو اون بالا رو زدم، تمام شد. الان میری گالریت، میبینی تصویر شما آماده است. لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره. گیمینگ اصلی به زودی یکی دیگه هم قرار بیاد. من تو همین آتیش به زور فعالیت بکنم، بعد بخوام یکی دیگه را بندازم. ای خدا. بای بای.